خداوند یه سیستمه، یعنی خیلی هم توضیح سخته. یه سیستمه که هر جوری که هستی، هر فرکانسی رو که بهش میدی به شکل همون در میاد. جهان اطرافت، یعنی خداوند همه چیز هست، همه چیز، و واکنش نشون میده به افکار شما. به قول قرآن هو الظاهر و هو الباطن، هو الاول و هو الاخر. اون همه چی هست، ظاهر و باطن و اول و آخر و بالا و پایین و چپ و راست و نمی گنجه، ولی واکنش میده به اون چیزی که تو هستی. یه چیزی مثل آب که تو شکل ظرفی که تو ایجادش میکنی به اون شکل در میاد. حالا تو باور کنی رزاق بودنشو رزاقه، وهاب بودنشو وهابه، ربوبیتشو ربه.